سوال بعدی که از من پرسیدن اینه که آیا ما میتونیم این سنتور رو به سلیقه خودمون کوک بکنیم؟ بله دوستان، این سنتور این امکان رو به شما میده که هر فرمی که دلتون بخواد این رو کوک کنید، به خاطر اینکه یکی از محسنات این سنتور اینه که شما میتونید سنت به سنت این نوت ها رو تغییر بدید و بعد از تغییرتون بعد رسیدن به نتیجه مطلوب اونها رو در جایگاهی که به صورت جداگانه گذاشته شده سیو کنید و ذخیره کنید و در آینده ازش استفاده کنید. ما به صورت پیش‌فرض سعی کردیم هر 7 دستگاه رو که به صورت عمومی در ردیف‌هایی که در حال میزنیم اونها رو ذخیره کنیم، چون دوستان پرسیده بودن که چه شوری هست، چه سگاهی هست، منظورشون از لحاظ گام، شور صلح هست، سگاه لا هست، دقیقاً همون چیزی که شما در ردیف‌های استاد صبا، آقای پایور و دیگر دوستان برای سنتور تا به حال هست و می‌نوازید در حقیقت به صورت پیش‌فرض گذاشته شده. اما ما برای اینکه دوستان هم بتونن کنترل کنن این امکان رو این سنتور رو گذاشتیم که یک بخش رو در نظر بگیریم برای فیوریت، که اگر دوستان اگر خواستن تغییر توی سنتور بدن، عرض کردم به صورت سنت به سنت رو هر نوت میتونن تغییر بدن. حتی شما میتونید این زردها رو تبدیل کنید به نوت سفید، یعنی از نوت سفید کپی کنید روی قسمت زرد. فرض کنید یک سنتوری خواهید داشت که پشت خرک سفید و زرد همگی صدای سفید یا پشت خرک یا زرد بده برای اون منظور خاص و هر کدوم یک کوکی داشته باشن. یعنی شما میتونید یک طرف ماهور رو کوک کنید، یک طرف شور رو کوک کنید، یک طرف چهارگاه، بستگی به اون نوع استفاده که شما میخواید بکنید. حتی ممکن در یک ارکستری نشستید و فرض کنید که کوک کردید و احساس میکنید که در سگاه این لاکورن شما با لاکورن ارکستر ذره متفاوته. قشنگ شما میتونید برید اون لاکورن انتخاب کنید و سنت به سنت انقدر کم و زیاد کنید و بعدم ذخیره‌اش کنید که با ارکستر یکی بشید. از نکات خیلی خیلی مهم دیگه این سنتور اینه که شما میتونید ترانسپوز کنید، یعنی که اگر تو ارکستر شما دارید شور سول میزنید و عادت ندارید که روی اون قطعه روی شور سی اجراش بکنید، خب این طبیعتا برای یک نوازنده بسیار بسیار معضل بزرگیه که بخواد دو مرتبه بشه تمام اون قطعه رو بیاد روی سی تمرین بکنه. شما میتونید قطعه رو روی همون سول اجرا بکنید ولی صدای سی بگیرید، یعنی ترانسپوز کنید و انتقالیش کنید. طبیعتا شما نوت سول رو میزنید ولی به گوش شنونده و ارکستر نوت سی میاد و این مشکل برطرف شده، که طبیعتا روی هیچ سنتوری شما این اجازه رو ندارید و این تواناییش رو ندارید که بتونید مثلا چند پرده فرض کنید سولتون رو دو کوک کنید، اصلا شدنی نیست. و خوشبختانه این سنتور میتونه تمام این ترانسپوز ها رو انجام بده با تقریبا میتونم بگم بهترین خروجی صدا.